شما تنهایی خفرید و کمکتون بود. من کمک دارم تو خونه. آره. و تله رها شدگی اینطوریه که تو به صورت افراطی به آدما محبت میکنی، اصلا دوست نداری تاییدشون رو از دست بدی. انسانی که از خویشتن فرار میکند به تو پناه نمیدهد. ولی من میشینم مثنوی میخونم در بدترین حالم. کتاب خود گوشکشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانم و شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانمت. و من فکر میکنم وقتی که به یه چیزی که نمیمیره چنگ میزنی، در واقع داری خودتو نجات میدی که تو هم زنده بمونی. زدی؟ آره بریم. این چه کارهای منو بادم. چجوری؟ شما تنهایی خفرید و کمکتون بود. من کمک دارم تو خونه. آره. سوال نداری؟ سوال نمیشه بکنی؟ چرا سوال دوست دارم سوال کنم ولی دوست دارم ببینم توی چه جهتی دوست داری ازت سوال کنم و حرف بزنی. راجع به رها شدگی آدما، چون چیزی که خیلی تو این روزا تو ذهنم بلده، یه دوستی دارم که یه رابطه ناموفق داشت چند ماه پیش که من باهاش آشنا شدم. یعنی موقعی که باهاش آشنا شدم تو این رابطه درگیر بود و کلی با هم صحبت می‌کردیم راجع به روابط و آدما و اینها. و دقیقاً چند ماه بعد از همون تایمی که حالش خیلی بد بود با یه آدم دیگه آشنا شد و یه اتفاقی دوباره تجربه کرد. واسه همین عین همون اتفاق اتفاق قبلی و حتی با شدت بدتر و حال بدتری داره الان. و من خیلی یکی دو هفته ذهنم درگیر این بود که چجوری میشه که آدما از یه سوراخ دوباره گزیده شن. و خب این دوستم من فکر میکنم خودشم یعنی میدونه و میگه که تله رها شدگی داره. و تله رها شدگی اینطوریه که تو به صورت افراطی به آدما محبت میکنی و اصلا دوست نداری تاییدشون رو از دست بدی، اصلا دوست نداری که حتی یه لحظه بهت بی‌توجه بشن. فرق داره با مهرطلبی؟ همونه. مهرطلبی هم اصلا یعنی داره زیر همون تله رها شدگی کار میکنه. در واقع عین مکانیزم دفاعی شده دیگه. تو دائم همش آویزون آدم‌ها میشی که دوستت داشته باشن. و بعد ازش سوال کردم که خب به نظرت چرا انقدر افراطی محبت میکنی و دوست داری آدم خیلی خوشقلبی باشی؟ و دوست داری آدم خوشقلبی باشی و گفت که من از خودم فرار میکنم. بعد من یه جمله از یه روان درمانگری که خیلی دوستش دارم تازگی خونده بودم که انسانی که از خویشتن فرار میکند به تو پناه نمیدهد. و واقعا به این نتیجه رسیدم که ما آدما اصلا با خودمون ارتباط خوبی نداریم واقعا. یعنی هیچ کس حاضر نیستش که با خودش تنها شه. هیچ کس حاضر نیست خودش رو بیشتر بشناسه. یه چیز سیاهیه، ترسناکه. یه چیز ترسناکیه. تو با خودت تنها میشی. آره. چی کار میکنی؟ من تنهایی واقعا چیزایی که بهش پناه میبرم شاید از نظر بقیه کم عجیب باشه. تو بدترین حالتم که از دنیا و آدما و خودم متنفرم میرم مثنوی میخونم. مثنوی. یعنی شاید بقیه فکر کنم من مثلا خیلی آدم مذهبی و همش، مثلا خواهر من همیشه به شوخی میگه که تو تنها باشی خونه میشینی عبادت میکنی. ولی من میشینم مثنوی میخونم در بدترین حالم، چون نمیدونم چی داره واقعا که هر موقع بازش میکنم دقیقاً همون مشکلی که تو زندگیم باهاش دارم دست و پنجه نرم میکنم و برام اول یه داستان میگه مولانا، بعد شروع میکنه میگه که دنیا رو به طرز خیلی قشنگی به هم جنبه خوب و بدش رو نشون میده. و این خیلی برام کی بود این شروع مثنوی خوندنه؟ کی شروع شد؟ کی شروعش کرد برات؟ این مثنوی خوندنه سال 97 من سال 93 من وارد دانشگاه شدم دیگه. یه هم دانشگاهی یه دوست خیلی صمیمی که یعنی به مرور صمیم شدیم پیدا کردم که این اومد بعد چند سال رفت گروه درمانی. من هیچی از گروه درمانی و روانشناسی و اینا اصلا نمیدونستم، نه سمتش میرفتم، چون اون موقع هم اصلا چیز نبود دیگه، یعنی رو بورس نبود بقول.
بعد این رفت گروه درمانی، هی میومد برای ما تعریف میکرد که آقا یه خانم دکتری هستش که مثلا 30 نفر جمع شدیم دور هم، همه مشکلات زندگیشون رو میگن، همه حتی مثلا گریه میکنیم حالمون بد میشه، طرحواره هامون رو شناسایی میکنیم. بعد وقتی اینا رو شروع کرد گفتم، من برام خیلی جالب شد بدونم کجاست که یه کاری دارم میکنم که انقدر درد داره، انقدر حال آدما توش داره به شدت بد میشه، ولی از اون ور دارن شفا پیدا میکنن. و منم رفتم اونجا و خیلی جالب بود که اسمش آوینه بود. اسم اون جا؟ اسم اون کارگاه آوینه بود، اسم اون مجموعه. و استاد ما برگشت گفتش که آوینه به معنای آینه است و آینه چیزیه که هیچ انسانی جرئت نداره دستش بگیره و خود واقعیش رو تماشا کنه و اون درده دقیقاً داره از همین تماشای خود به دست میاد. و کارگاه که شروع شد، تمام آموزه های روانشناسی همزمان با اشعار مولانا پیش میرفت. مثلا اولین شعری که من از مولانا شنیدم که تو ذهنمون بود که آمدم کتاب خود گوشکشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانمت. و اونجا که گفت اومدم گوشکشان بگیرم ببرمت، اولین بیتی شد که تو ذهن من موند و واقعا از همون لحظه تا الان رشته برگردنم افکنده دوست، میکشد آنجا که خاطرخواه اوست و هنوز با منه. و شاید مثلا بگم 10% از ادبیات مولانا توی اون کارگاه مثلا من ازش بهره بردم. بعد که خودم علاقه‌مند شدم، از سال بعدش رفتم کلاسای حافظ شناسی، مولانا شناسی به طور تخصصی تر. کجا این کلاس ها تو؟ اگه یکی بخواد بدون ببین تو تهران سال 98 خرداد خانم دکتر مشایخی، سوگل مشایخی، این تو فرهنگسرای اندیشه تو سید خندان کلاسای رایگان حافظ خوانی داشت و مثنوی خوانی پشت هم بود. بعد ما که از اول رفتیم دیگه مشتری شدیم و ادامه پیدا کرد تا 3 سال 4 سال تا تهش رسید به اونجا که من رفتم دوره مثنوی پژوهی تخصصی و آزمون دادیم. بعدش دفتر اول مثنوی و استادامونم واقعا استادای درجه‌ای که بودن، دکتر کاکایی بود، دکتر مهدوی بود، خود خانم مشایخی بود. بعد به نظر من ادبیات یه چیزیه که واقعا یک دریای عمیقیه که تمامی نداره. کجای زندگی تو رو این ادبیات، این شعر خوندن؟ چون ما همه کسایی که میشناسیمه، حالا بابای من که دایته و خود من، وای پشت توی لحظه نگاه کن. یه لحظه منم دوربین رو چک کنم. آره. وای میخوای عکس بگیری؟ خیلی قشنگه. خیلی واقعا چه لحظه ای مانی. میشه سلفی هم نه آخه بس کسی ما همه شیفته اون قسمت، اولا که ما همه شیفته خیلی چیزا از توی الان تعریف کنم نه دیگه، ولی اون پشت کارت، اون فوکسی که داری وقتی میخوای یه کاری انجام بدی و واقعا انجامش میدی، حالا از دور اینجوری به نظر میاد، شاید خودت یه سری استراگل‌های شخصی هم با خیلی چیزا داشته باشی، ولی از بیرون به نظر میاد که تو وقتی تصمیم میگیری بری سمت یه چیزی با کوله پشتتو میبندی، یه دونه 2 تا گوشگیر میذاری، 2 تا هم چیز میذاری، میری توش. و این خیلی برای من قابل تقدیره، چون خودم آدمیم که منم انرژی بخشه شنیدنش. خودم آدمیم که قشنگ واقعا حواسم پرت همه چی هست، در این حال میخوام همه کارم بکنم، ولی یکی مثل تو که یهو قصد میکنه بره سراغ ادبیاتم میاد تهشو در میاره. میخوام بدونم چی بود توی این شعرها، چی بود توی این مثنوی یا مولانا یا حافظ خونی که باعث شد تو ادامهش بدی؟ بهت چی میداد؟ ببین اینطوری بگم که یک عالمه آدم دارن هر روز به دنیا میان و هر روز میمیرن و یه زندگی دائم داره تکرار میشه. به نظر جدیده ولی تکراریه، همچنان به نظر تکراریه ولی جدیده. خب و
به قول استاد ما تیتر روزنامه‌ای که امروز منتشر میشه، یه حادثه، یه اتفاقی به وجود میاد، واقعا یک روز دیگه اعتبار نداره یا هفته بعد همون تیتر دیگه اعتبار نداره. این اعتبار تموم شده. خب یعنی هر چیز نشونه ای از فنا شدن توش هست. ولی ادبیات چیزیه که سالهای ساله که از بین نمیره و یه چیز، من نمیدونم چه چیزی درونشه، چه حقیقتیه، چه عنصریه که هر تو تمام این آمده ها و رفته ها و مثلا چرخش کره زمین و مرگ و زندگی و اینا، ادبیات نمیمیره. و من فکر میکنم وقتی که به یه چیزی که نمیمیره چنگ میزنی، در واقع داری خودتو نجات میدی که تو هم زنده بمونی. چه تفسیر قشنگی پرام. بعد ادبیات برای من اینه، چون ببین تو وقتی با یه آدمی حرف میزنی و هیجان داری یه چیزی رو تعریف کنی، اون هیجانه بعد یه ساعت تموم میشه. وقتی یه نفر برات خیلی جذابه، دوست داری باهاش آشنا بشی، میری باهاش وارد رابطه میشی و اون هیجانه نهایتا سر مثلا 6 ماه حالا یا حتی زودتر از بین میره، تموم. اون آدم تموم شده. چرا؟ چون اون آدم کشف شده، هیچ معمایی باقی نمونده، همه پرده ها برداشته شده و تو فهمیدی این آدم چیه. و خب آدما طبیعتشونه، با اون آدم آشنا میشن، تموم میشه، میرن سراغ آدم بعدی و هی دارن یاد میگیرن ازش. ولی به هر حال اون آدم تموم میشه، پس هیچ عنصری تو اون آدم نیستش که باقی باشه و فنا ناپذیر باشه. ادبیات اینطوری نیست، مثنوی اینطوری نیست. مثنوی خود مولانا توی شعراش میگه که این یه بحریه که تمومی نداره و واقعا نداره. یعنی تو هر موقع بری بهش چنگ بزنی یه حرف تازه‌ای داره بهت بزن. یه مصرعش هم هست: هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. بلندتر بگو. هین سخنی تازه بگو تا دو جهان تازه شود. یا مثلا خودش یه شعری داره که عمر هر لحظه نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. یعنی که هر لحظه خدا داره به ما یه زندگی جدید انگار میده، یه عمر جدید، یه خلاقیت جدید، یه فکر جدید، ولی این به چشم ما نمیاد، ما نمیفهمیم. ما فکر میکنیم ما همه آدم یه نواخت مثلا راکد هر روزمونیم، در حالی که اینطور نیست. بعد مولانا میگه چرا اینطوریه؟ چرا به نظر ما آدم یه نواختی هستیم؟ به این دلیل که مستمری می نماید در جسد. مثلا یه قطره اینجوری هی میاد، یه دفعه این مستمر به چشم میاد. ما چون مستمر میبینیمش به نظرمون نمیاد که اتفاق جدیدی داره میفته، در حالی که قطره قطره داره هی بهمون هر روز اضافه میشه. 100%. و این جواب سوالت همین بود دیگه، چرا میری سراغ ادبیات؟ چون یه چیزی توش هست که نمیمیره و چیزی که خیلی قشنگ بود تفسیره. برای من خیلی جذابه. که چند وقته که شروع کردی همچین مسیری رو؟ میشه از سال 97 دیگه، از همون گروه درمانیه که منم شرکت کردم بعدش و کشید به ادبیات و ادبیات کشید به روانشناسی. و یه چیز جالبتر برای من این بود، ببین خیلی جالب، در حالی که موهای تنم سیخ بشه، من اون کلاسی که اون سال رفتم اسمش آوینه بود. خب من فقط میدونستم آوینه یعنی آینه، استاد ما از این بیشتر نگفته بود. من 1 ساله که شروع کردم زبان کردی یاد بگیرم. آوینه یه کلمه کردیه به معنای آینه و از اینم بذار تفسیرشو بگم چون برای خودم خیلی جذاب بود. آوینه به گویش کردی میشه ترکیب 2 تا کلمه آو و وینه. خب آو یعنی آب، وینه یعنی عکس و تصویر. آوینه یعنی یه آبی که انقدر شفافه که تو توش میتونی عکس خودتو ببینی، عکست میفته توش. کردا به همچین آبی که عکست بیفته توش بتونی خودتو ببینی میگن آوینه. بعد میان به یه کلمه دیگه مشتق میشه از کلمه آوینه، میگن اوین. اوین یعنی عشق و عشق دقیقاً اتفاقیه که بین آدم‌ها میفته و آدم‌ها میتونن خودشونو توش ببینن. بعد مولانا باز میاد میگه که عشق آینه است و هر که در وی بیند جز ذات و صفات خود نبیند چیزی. یعنی ما آدما نمیریم تو رابطه مگر واسه اینکه فقط خودمون رو بشناسیم. اصلا حتی تو نمیری اون آدم رو بشناسی. اون آدم یه رفتاری میکنه که تو یه واکنشی به اون رفتار نشون میدی، بعد یهو خودت میشناسی. من همچین واکنشی نشون دادم، پس من همچین آدمیم. به نظر من عشق بیشتر از که کمک کنه تو با یه آدم دیگه آشنا شی، بیشتر کمک میکنه خودت رو بشناسی. چقدر تا الان
به اون عشق نزدیک شدی، به شناختن خودت؟ خیلی. من جای پخش میشه. من یه رابطه خیلی جالب تو زندگیم داشتم که نه جای پخش کاس میشه. نه اوکی اگه هم بخشه که واقعا قدم بزرگه رو اون بهم کمک کرد بردارم. تمام چیزایی که ازشون میترسیدم، تمام چیزایی که انگار پتانسیلی که خفه شده بود درون من با اون رابطه بالا اومد و خودم رو شناختم بیشتر و من واقعا ممنون اون آدمم که انقدر ازش چیزی یاد گرفتم و به نظر من رابطه یاد گرفتنه خیلی. یعنی من اگه با هر آدمی هم آشنا میشم سعی میکنم ببینم جهانش چه شکلیه، خودم رو بذارم جاش و تمام اون چیزایی که درون اون هست و من ندارم و ببینم چرا من ندارم، چرا تا حالا نتونستم جنبه هایی که اون داره رو من نداشته باشم. و عشق برای من شکلیه، شکل یادگیری و هر چیزی هم که کوچکترین چیزی که یاد بگیری و بهت اضافه بشه تو یه قدم بزرگتر شدی. واسه همینه که مثلا من یه بار به تراپیستم میگفتم به نظر شما خوبه که آدم با آدمای مختلف آشنا بشه و چون تراپیست مذهبی بود میگفت نه خانوادت اول گفت نظر خانوادت چیه؟ گفتم طبیعتا خانواده‌های مذهبی میگن نه لازم نیست تو با آدمای زیاد آشنا بشی. ولی حالا نه لزوما آشنایی اسمش رابطه باشه ها. آقا میتونی تو اصلا رابطه عاطفی هم نشه ولی به هر حال هر آدمی که داری شناختن یه آدم دنیای جدیده به نظر من و این به نظر من ارزش داره تا حدی که روح و روان تو نپاچونه و آدم سمی نباشه و بشه ازش یه چیز جدید حتی یاد گرفت. به نظر من خیلی هم عالی، چون ما یه تایم خیلی محدودی داریم و زندگی‌هایی که آدم‌ها کردن اضافه میکنه به زیستن ما و خیلی منم خودم یه آدمیم که اعتیاد دارم به آدم‌ها. اینه حالا کتاب خوندن 100% سطر به سطر رو برده و یه داستانی رو سری نوشته و اونقدر تو جزئیات توی 400 500 600 صفحه نمیره. کتاب خوندن تاثیر روی اینکه تو سریعتر خودتو بشناسی نداره ولی یه آدم میتونه تو رو در لحظه به انفجار برسونه و عصبانیت کنه تو بفهمی ظرفت انقدر بوده در حالی که فکر می‌کردی خیلی آدم بزرگمنشه. یه نفر میتونه یه پولی رو مثلا تو 10 سال جمع کردی اون پول رو یهو از چنگت دراره و ببره و تو اینطوری باشه که این پول برای من چقدر مهم بود، زندگیم نابود شد یا نه میتونم دوباره تلاش کنم در بیارم. ببین واقعا کسی رو میشناسم که با یه دونه پول چیزی که ازش گرفتن فکر میکنم حدود 100 میلیون کارش به کما کشید، به بیمارستان کشید، زندگی در ظرفش در این حد بود که با 100 میلیون زندگیش تموم بشه. چقدر جالب این بحث ظرف که گفتی. یه چیزی که اخیراً چند بار دیگه هم شنیدم و اینی که مثلا خودم یه وقتایی نوتیس کردم یه اتفاقی میفته نه برای من، برای یه نفر دیگه. ببخشید وسط حرفت. چند وقتی که خیلی کلا به فکر میرم وقتی میشنوم فلانی ظرفش نبود و اینا، بعد حالا توش دیپ نشده بودم ولی چند تا گزینه که خودم تجربهش کردم و اینجوری بودم که اوه چی مثلا یه اتفاقی برای یه نفر میفته و اتفاقه به نظر من یه چیزیه که واقعا اون نباید تایم زیادی از زندگیشو صرف اون بکنه و خیلی هرس بخوره و خیلی it's not a big deal. ببخشیدم که مثلا هی واسش کم انگلیسی میگم ولی نمیدونم چجوری فارسی اینو بگم ولی واقعا به نظر من اون اتفاقه یه اتفاق خیلی عادی و چیز بزرگی نیست ولی تفاوت ظرف اونو زیر رو کرده. بعد داشتم چند وقت پیش فکر میکردم شاید این که به نظر من هیچی نیست و برای این داره بالا پایینش میکنه به خاطر تجربه های منه. بعد دیدم نه منم تجربه مثلا توی این مورد نداشتم ولی صرفاً واقعاً اگه این اتفاق عیناً هم برای من بیفته من واقعاً مثلا میتونی با یقین بگی که این اتفاق من اونقدر به هم نمیریزه. مثلا تصادف کردن، تیکت گرفتن، شیشه ماشین شکستن، نه صرفاً اینا ولی اتفاقایی که مربوط میشه به یه چیز مادی. من آدم پولداری نیستم، منم همونقدر اذیت میشم که شاید یکی دیگه بشه، حتی شاید بیشتر. ولی نمیدونم منو یه تصادف به هم نمیریزه، میگم اینجا حل میشه دیگه. ولی بعضیا مثلا با یه دونه تیکت گرفتن تهشه دیگه، تهشه و اصلا اون روزشون خراب میشه، ساعت نه دقیقه نه. و
این همیشه برام سوال بوده که چجوری ما این ظرف رو میتونیم تو خیلی موردا بزرگ کنیم، چجوری یه سریا باید یاد بگیرن که چطوری میشه. داری چیز برای گفتن؟ ببین من مثلا بازم توی دور و چجوری ظرفمون رو بزرگ کنیم. ببین این دقیقاً بزرگترین چالش من تو زندگی اینه که چجوری ظرفمو بزرگ کنم. الان اینو می‌خواستم بگم توی یکی از دور و بری‌ها یه بار شنیده بودم که مثلا طرف ماشین باباشو کوبیده، داره از استرس میمیره، اینطوری که بابام کبودم میکنه، بابام فلانم میکنه اینا، و انگار که مثلا زندگی دیگه براش به ته رسیده باشه. واقعا برای هر کس یه چیزه، یکی پولش رو از دست میده، یکی مثلا پارتنرش بهش خیانت میکنه، دیگه فکر میکنه اوف چه اتفاقی افتاده. میدونین همه این اتفاقا نمیذارن که تو با اون مسیری که داری میری ادامه بدی، قفل میشی روی یه گیره کوچیک و اونجا برات تموم میشه همه چی. استاد ما یه بار داشت میگفتش که آقا اگه یه اتفاقی براتون خیلی بولده و مثلا اینقدر لکه سیاهه تو زندگیتون، هی ذره بین بذارید برید عقب، برید عقب، برید عقب، برید عقب، برید عقب. زوم اوت کنید. آره مثلا میگفت از اول برید رو کوچه‌تون، برید رو خونه‌تون، برید رو شهرتون، برید رو استانتون، برید رو کشورتون، برید روی قاره‌تون، برید مثلا از کره زمین خارج شید، هی برید عقب. بعد میگه که آقا اون اتفاقه به این دلیل برات بزرگه که تو بهش چسبیدی. این اتفاق است، این تویی و تو بهش چسبیدی و انقدر بزرگه. یا عقب یکم دور کن، از یه زاویه عقب‌تر بهش نگاه کن. چقدر تفسیر خوبی بود. خیلی برای من تاثیر داره برای خودم به شخصه. حالا چجوری ظرفمو بزرگ کنم؟ اینطوری که تعصبمو روی هر چیزی بیارم پایین. مثلا من به شخص آدم مذهبی بودم، چادری بودم و خیلی دیگه انواع نماز، دعا، زیارت جامعه کبیره نه اینا که میگم تو مشهد نه حالا هر روز تو اتاق خودم جاش یه جای مهر بود با کیسه از ولی میخوام بگم نه، تعصبی که دائم شروع کنم بهش افتخار کنم، ازش پست بذارم تو اینستا، داشتی؟ به عبارتی آره بکنم تو حلقه بقیه که مثلا این اعتقاد منه. ببین از یه جایی تو یه برهه‌ای از زندگیم کاملا بیدین بودم شاید یه نیم سال، یه سال، به این دلیل که صفر کنم همه چیو، ببینم این اعتقاد مال کیه، مال منه یا مال خانواده است یا مال جامعه است، مال کیه. و کلا فکر میکنم از اون تایم به بعد یه هویت جدید برای خودم ساختم که و این نشون دادا، یعنی این هویت جدید ساختنه، این که تو یه خونه‌ای رو خراب کردی و ساختی مشهوده توی رفتارت. حالا آدمایی که نمیشناسن نمیفهمم من چی میگم، ولی اینی که خیلی اعتقادات قوی داشتی و الان اعتقادات داری ولی دیگه مال کسی نیست. نه مال کسی دیگه ای نیست، مال خودته. این باورهای خودته. این خیلی جالبه. میریزی وسط گزینش میکنی برش میداری هر چیزی که حالت. انو فکر میکنی خیلی اعتقاداتت درسته؟ ببین خیلی جالبه، من هر لحظه آمادم که فکرمو عوض کنم، خب ولی با چیزی که یه یادگیری بزرگتری بهم بده. همین لحظه اگه مثلا یکی بیاد توی دین دیگه‌ای به هم چیزی نشون بده که خیلی قابل تأمل باشه و حالا منو بگیره، باعث بشه که یه قدم از چیزی که اصلا برم بالاتر، 100% فکر میکنی دین فعلی که باور داری چه چیزی به تو میده؟ که باورش داری، بهش اعتقاد داری، ازش دفاع میکنی؟ خب دین جنجالی شد کانورسیشن. من دوستم دین فعلی من اسلام. اگه کسی خب اسلام در حال حاضر تو کشور خودم حداقل یه دین کاملا منفوریه و دین منفوریه که اگه بخوای پاش وایسی قطعا بهت حمله میشه. خب ولی من از یه وجه دوستش دارم و ولش نمی کنم. از چه وجهی؟ از وجهی که مولانا داره بهش نگاه میکنه. فقط به این دلیل، از دیدگاه شعر، یعنی از تمام جهات دیگه جذابیتش رو برام از دست داده، فقط جنبه شعر و ادبیاتش برام مونده.
اگه برای کسی سواله بعد بگم که مولانا مثنویش یه روی دیگه ای از قرآنه انگار. قرآن رو کامل خوندی؟ اصلا حتی توی دیباچه مثنوی ببین خیلی خوندم ولی نمیدونم کامل خوندم یا نه. چرا یه ماه رمضونی که خیلی عابد بودم 30 روزش رو روزی یه جز خوندم و آره در واقع میشه گفت کامل همشو خوندی دیگه. آره چون میدونم که آدمی هستی که همینجوری رو باد شکم تصمیم نمیگیری به چیز خیلی باور داشته باشی و حتی موقعم که عابد بودی خیلی منطقی دفاع میکردی از دین تو اعتقاداتت. حالا شاید من زیاد صحبت نکردم. یکی از استادای من همیشه میگفت آقا چیزی رو میخوای رد کنی اول بدون چیه بعد ردش کن. واسه همین آره تا جایی که حوصله داشتم تحقیق کردم مطالعه کردم. خب یه جایی هم حوصله نداشتم شاید خیلی الکی رد کردم چیزی رو ولی در کل میخوام بگم آره جنبه شعرش برای من مونده. جنبه این که یه چیزی لابد توی قرآن هم هست که تا الان مونده. همونطور که ادبیات مونده. همین به همین دلیل هیچ دلیل مذهبی دیگه ای نمیتونم بیارم. پشتش نداری. زنده است. اینطوری بگم که زنده است. همین. و حالا واقعا به عنوان کسی که من نمیتونم بگم مثلا اعتقادات دارم ولی منم خودم از شنیدن صدای قرآن خیلی آرامش میگیرم. یعنی یه جاهای مثلا یه رستوران عربی تو کوکتلان باز شده و وقت داری رد میشه میرفت ماشینمو شارژ کنم بغلش این داشت صدای قرآن گوشه بلند بلند بیرون اونجا میخوند و من بلا استثنا موهای تنم سیخ میشد و وای میستادم به گوش دادن. اصلا نفهمیدم چی میگفت ولی یه حس خیلی عجیبی به من میده. یا اون جاهای مثل حرم امام رضا تو مشهد نه اون حس پاکی و پیوری رو به تو میده که در نهایت اگه بی اعتقاد ترین آدم دنیا باشی اگه نخوای خلافش رو ثابت کنی که نه اینجا پیپ جوراب میاد خیلی حس خوب و پاکی بهت میده و فضا. چون بالاخره از خودت میپرسم به نظرتون که میگی پاکی یا شفافیت یا هر چیزی اون به چه دلیل تو آدم اتفاق میفته؟ من فکر میکنم یه فضا اگه به آدم این حس خیلی پاکی و اینا رو میده به خاطر اینکه انسانای زیادی توی اون فضا اومدن خودشون رو باز کردن vulnerable بودن و هر فضایی از ما انرژی میگیره. یه وقت یهو میرسی به درخت 400 ساله موهای تنت سیخ میشه یا میری توی جایی که یه تمپله و یه حسی میده. حالا این میتونه من شاید بگیر از بو از اون لوکیشن ولی ما آدم ها انقدر انرژیامون موندگاره به نظر من حتی توی جا اون تعداد آدمی که با نیاز خواسته نهایت وانربل میرن تو اون حرم باعث میشه که اونجا یه فضای خیلی امن و خب اتفاقای بد کمتر اونجا میفته تا کنار خیابون. ببین دقیقاً میخوام برسم به هم بحث انرژی. مثلا تو داری میگی یه سری آدمی بودن که اومدن اونجا اعتراف کردن حالشون بد بوده گریه کردن. تو اگه یه حالا چه روانشناس باشی چه نباشی یه آدم بیاد پیش تو بشینه گریه کنه و دائم از حال بدش بگه لحظه که دیگه ساکت شه و حرفش تمام شه تو چه حسی داری؟ ترحم. نه انرژی چجوریه؟ آیا خیلی مثلا داون شدی یا هنوز همون آدمی هستی که قبل صحبت با اون آدم بودی؟ نه ولی اگه گریه کنه حال بعدش رو بریزه بیرون و به حال ثابتی برسه و بهتر باشه من 100% حال بهتری دارم. که احساس نمی‌کنی که اون تمام غمش رو ریخته توی تو چرا؟ خودش حالش بهتر شده ولی الان تخلیه شده ولی تو یکم انرژی تو اومده پایین‌تر. آره. چون کلی ناله شنیدی. آره. خب مثلا فرض کن تو یه جایی مثل حرم این همه آدم دارن ناله میکنن طبیعتا باید اون فضا انرژی پایینی داشته ولی باشه. با یه امیدی دارن ناله میکنن یه جایی که پیش آدمی ناله نمیکنن توی فضاییه. بله پرنده‌ها مهاجرتشون رو شروع کردن توی فضایی دارن اون آدما یه فضای امنیه آدمی نیست روی آدمی دیگه تخلیه نمیکنن اگه به امید شنیده شدن یا همون پیش خودشون دارن به طور کل ناله میکنن چون کسی دیگه ای که نمیشنوه همون آوینه خودته آوینه چون سعی داره میکنه خودش رو شفاف کنه بده بیرون. نمیدونم فرق داره. من دقیقاً بهش اینطوری نگاه میکنم که یه انرژی
خیلی پایین و یه انرژی 1000 برابر بالاتر میتونه تو خودش حل کنه و برای انرژی بالاتر اتفاقی نیفته. منظورم اینه که هم آزمایش چیه تو اینستاگرام هم ویدیوش هست، یه لیوان نوشابه است. آره. هی آب میریزه روش، آب زلال، انقدر این آب زلال تو این لیوان میریزه که کم کم رقیق میشه یا مثلا تمام این نوشابه میریزه بیرون و اون لیوان کاملا آب میشه. مصداقش دقیقا همینه، یه انرژی بد انقدی و یه انرژی خیلی بالای انقدی میتونه تغییر بده. جالبه دیدگاه. و من دقیقا این که میرم میچسبم به ادبیات، چه دور قشنگی هم زدیم به اینجا رسیدیم. حالم بده و میرم میچسبم به ادبیات، دقیقا اون انرژی بزرگه که خیلی